اوستا چرا اینقدر ناراحتی؟ خب خودت به من گفتی با مشتری رفیق باش، منم رفیق شدم. هادی مو بهت گفته ایم با مشتری رفاقت کو در حدی که بتونی یک کت شلوار رو بهش معرفی کنی. ورخواسته با بنده خدا برفته شمال. ببخشید دیگه. ویلارم تو حساب کردی؟ بله، من با دوستان میرم بیرون اصلا نمیذارم اونا دونکشون رو حساب کنن، همه رو من حساب میکنم. تازه لباسونم بخوام به نامشون میزنم. لباسون. بله. هادی جان رفاقت با مشتری فقط در حد محل کار. آقایون سلام عرض شد، خسته نباشین، وقتتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید. قربون شما. ببینم چیکار می‌کنی. با من دوست میشی؟ متوجه نمیشم. رفاقت. مگه مدرسه است؟ کت شلوار چه رنگ مد نظرت است؟ عرض حضورتون که رنگ سبز مد نظرمه بیشتر. سبز. خیلی. کلاس چندمی؟ جانم؟ هادی جان اون ماجرای رفاقت با مشتری فعلا کنسله. بفرمایید ما در خدمتیم. بفرمایید. متشکرم. خب سرشونه که اوکیه، قد آستینی خورده بعد کوتاه بشه و قد شلوار البته فکر می‌کنم کت هنوز خورده جا داره. خیلی خب اینو در بیارید تا بفرستم خیاطی کاراش انجام بدن. تمام. بله بفرمایید خواهش می‌کنم. اینم کرواتا. هر رنگی که بخواید، هر طری که بخواید. خب اوستای خدمت شما. آقا این کارهای خیاطیش هم انجام شد، آماده است. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. بس قیمت این کراواتتون رو بهم میگین؟ اولا که فروش‌ها متعلق به خودتونه و دوما اینکه کراوات اشانتیون روی کت شلوارمونه. جان ببخشید اشانتیون رو کت شلوار. بله. من که کت شلوار نمیخوام، قربون اومدم کراوات انتخاب کنم. چی کردم؟ عرض کردم که کت شلوار دارم بنده، اومدم کراوات انتخاب کنم. اتفاقا همین دیروز گرفتم از این فروشگاه روبرویتون. خیلی عالی بود. برای کت شلوارم اومدم کراوات بگیرم. یعنی اما شما کت شلوار نمیخی، فقط کراوات میخی. بعد این مورد نمیتونستی اون موقعی که می‌خواستیم کت شلوار رو بفرستم خیاطی اعلام کنی، درسته؟ حق و شماست، مثلا متوجه نبودم شما رفتین خیاطی. عذرخواهی میکنم، ببخشید. هادی جان اون موردی که گفتم با مشتری رفاقت در محل کار. بله. این مورد استثناء دستت بازه، بابرش چنارون. خیلی خوب. خب نگفتین چند سالتونه؟ عذرخواهی میکنم متوجه نمیشم ایشون چرا سن سوال میکنه. میان کنارون؟ مبرمش. بریم. قیمت اینو بهم میگین؟ Hayat genç bir şenaret basına